من شما رو دعوت میکنم، همتون رو دعوت میکنم که حتما بیایید این باغ زیبا، این لاله های زیبا، این تنوع حتما ببینید. لاله‌های رنگی این روزها مردم پایتخت را به باغ ایرانی در خیابان شیخ بهایی کشانده. خوب بود، خیلی خوب بود. زنبق دیدم، لاله دیدم، زیبایی دیدم، زیبایی‌هایی که خاص خداست. عکس هم گرفتی؟ خیلی گرفتم، خیلی. 2 نفره؟ 3 نفره با پسرم. عکستون رو میتونیم ببینیم؟ عکسی گرفتین؟ بله خواهش می‌کنم. بسیار زیباست. بعد دیگه مادر منم همیشه میایم بیرون دوربین به دست بعد ازش عکس بگیرم. چند سال هاست اینجا میشینم، سعی می‌کنم هر سال تو همین فصل تو همین روزها اینجا بیام و استفاده کنم از فضای خوب اینجا. اینجا باغ ایرانیانه و گلای لاله قشنگی اینجا کاشتن، به خاطر همین برای عکاسی و گردش و اینا اومدم. جذابیت لاله ها موجب شد برخی از عکاسان حرفه‌ای هم به اینجا کشیده شوند. برای عکاسی طبیعت اومدیم اینجا. باغ جذابیه، هم قرار تولید محتوا بکنیم، هم یه سری عکس بگیریم و حالا این محتوا شاید کمک بکنه شهروندای بیشتری آشنا بشن و بیان این باغ بازدید بکنن. اینجا عالیه، لوکیشنای خوب داره، فضای خوب داره. این باغو معرفی کنیم به شهروندان و عزیزان میهنمون که یک بهشتی در دل هیاهوی تهران در ده ونک واقع شده. بعد از دانشگاه الزهرا این باغ واقع شده که انواع و اقسام گونه‌های گل لاله که فقط شاید در قاب تصاویر شهروندان دیدن اینجا میتونن به صورت زنده ببینن و تو این ایامی که لاله ها باز هست بهترین فرصت برای دیدن این جاذبه طبیعی شهر تهران. عمر لاله ها کوتاهه، پس علاقه‌مندانی که میخوان از زیبایی این لاله هایی که اینجا کاشته شده لذت ببرن تا اول اردیبهشت ماه فرصت دارن که به باغ ایرانی مراجعه کنن. امیرهوشنگ چرخیه، خبرگزاری صدا و سیما.